این پسر 5 ساله بامزه توی پایتخت ماهی 300 میلیون تومان درآمد داره و خیلی از ایرانی‌ها رو عاشق خودش کرده. مهدیار کلاهی یا همون سالار معمولی بلاگر معروف توی مازندرانه و با کلیپ‌های طنزش حدود 500 میلیون فالوور داره. کلی هم تبلیغ انجام میده که کارشناسا میگن ماهی 300 میلیون تومان درآمدشه. البته مهدیار با اینکه مازندرانی همراه با خانواده‌اش توی مشهد زندگی میکنه و الانم با چهره بامزه‌اش از خیلی از شخصیت‌های پایتخت محبوب تره. جالبه توی این سریال سهیل مقدم پسر سیروس مقدم یعنی کارگردان سریال هم در نقش خواستگار دختر نقی بازی کرده. تهیه کننده پایتخت هم که مامانش رو خلاصه دور هم یه سفره پهن کردن و میخورن. الهام غفوری تهیه کننده پایتخت یه زمانی دستیار سیروس مقدم بوده که خیلی سریع باهاش ازدواج کرده و تقریبا همه آثارش رو تهیه کنندگی کرد. هرچند بعضیا میگن که کارگردان اصلی محسن تنابنده است و سیروس خان فقط جای دوربین رو مشخص میکنه. حالا شما بگین محبوب ترین شخصیت پایتخت کیه به نظرتون؟ با تکس کلاب هم همراه باشید.